واکنش سفارت تاجیکستان به بازداشت شهروند 16 ساله کشور. سفارت تاجیکستان بازداشت شهروند 16 ساله کشور را در روسیه با اتهام کشتار پیگیری دارد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 16 ایون در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی نوشت خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان با مقامات روسیه تماس مستقیم داشته جریان تفتیشات را پیگیری می‌نماید. در وزارت کارهای خارجه گفتند که تفتیش حادثه ادامه دارد و بعد از گرفتن معلومات علاوه‌ای رسانه‌ها را در جریان خواهند گذاشت. روز 11 ایون کمیته تفتیشاتی روسیه از بازداشت یک شهروند خارجی با اتهام کشته و زخمی کردن یک پدر و پسر خبر داد. رسانه‌ها نوشتند که حمله‌ور 16 ساله و زاده تاجیکستان است. نظر نزدیکان نورس به قضیه و همین طور انگیزه او برای این کار فعلا معلوم نیست. در گذشته هم شهروندان تاجیکستان با اتهام صادر کردن جنایت در روسیه دستگیر شدند. پیوندان برخی از مهاجران به بیگناهی نزدیکانشان پایفشاری کردند.